سوبیدین جورزاده معاون رئیس شهر اصفهان و سند طاهرزاده و ارکینجان خوشبخت‌زاده معاونان رئیس شهر پنجکند تعیین شدند. بنا به اطلاعیه‌های رسمی، تعیینات هر سه آنها با رضایت پرزیدنت امامعلی رحمان صورت گرفته است. سوبیدین جورزاده تا امروز باعث معاون رهبر آسایشگاه زمرد کار میکرد. سند طاهرزاده 2 سال اخیر رئیس دستگاه شهرداری پنجکند بود و ارکینجان خوشبخت‌زاده 6 سال باز رئیس جماعت دیوشتیج بود. اصفهان و پنجکند با جماعت‌های تابعشان هر کدام حدود 300,000 اهالی داشته از شهرهای بزرگ پیشرفته شمال تاجیکستان به شمار می‌روند. زبیدالله شامادوف سخنگوی شهرداری اصفهان روز 2 فوریه سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که مراسم معرفی سوبیدین جورزاده باعث معاون رئیس شهر صبح 2 فوریه با اشتراک شهرداری اصفهان بهاودین بهادرزاده و مدیر شعبه کادرهای دستگاه رئیس ولایت سوخت غالب شریفزاده صورت گرفته است. سوبیدین جورزاده شهرداری پنجکند نیز روز 2 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که شهردار پنجکند عبدالخالق خالقزاده نیز 2 معاون نوش سند طاهرزاده و ارکینجان خوشبخت‌زاده را در یک جلسه با اشتراک مدیر شبکه کادرهای ولایت سوخت غالب شریفزاده معرفی کرده است.